سلام، من پردیسم و امروز میخوام تو خوابگاه براتون یه غذای سوپر 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 ادایی درست کنم. دلیلی هم که الان تو این ویدیو مثل اسکولا دارم رفتار میکنم و حرف نمیزنم اینه که هم اتاقیم خواب بود. اول کار پاشید یه کته بذارید قشنگ. بعد مرغام، ببین اینا فیله مرغه که من تیکه تیکه کردم. تیکرم خودتون میتونید انتخاب کنین. بعد سس بچه‌ها، سس چیز. آره اینطوریه که آره آب لیمو و عسل. بچه‌ها دیدین اون موقع اصلا نمیتونم با ویدیو هماهنگ نیستن. سیر، عسل، آب لیمو و ادویه. ادویه چی میشه؟ نمک، فلفل، پاپریکا و همینا. من همینا رو داشتم متاسفانه. میریزی، بعد پیاز میذاری قشنگ سرخ حالا سرخ نه، میدونی مثلا من دوست داشتم کاراملی ترشه. بعد اینجا این موادی که 20 دقیقه بچه‌ها برنج آماده است. نمیدونم به سرعت ویدیو برسم. آره مواد، ببین مرغ 20 دقیقه تو مواد بمونه براش کافیه. بعد از اینکه پیاز آماده شد مرغا رو اضافه می‌کنی به اون. آبش رو نمی‌ریزی، مرغا رو همینجوری خالی می‌ریزی. بعد یه ذره مرغا رو سرخ می‌کنی. بعد اون سوسی که درست کرده بودی رو می‌بینی سس چی بود. اجازه میدی که این بریزی روش. و بچه‌ها امیدوارم خودتون اونقدر عاقل باشین که فهمیده باشین چیکار کردم. و بعد رفتم خوردمش. همین بچه‌ها خیلی خوشمزه بود. ببین آب دهنم راه افتاده، دارم میمیرم. خیلی خوشمزه بود. حتما درست کنی واقعا. بعدم خجالت بکش تا اینجا ویدیو رو دیدی حداقل سابسکرایب کن.